بسم الله الرحمن الرحیم. سواء منکم، برابر است بر شما من اسر القول. الله متعال علم غیب خدا چه قسم تشریح میکنه؟ میگه اگر یکی از شما اسر القول، یک سخن سری میگه، اسر یک سخن به شکل سری یا مخفی میگه، و من جهر به، یا یک سخن خدا چی میگه به شکل جهری و آشکارا میگه، و من هو مستخف بالله، مخفی میدارد چیزی را باللیل در شب، و سارب و یا هم آشکار انجام میدهد آن کار را به نهار در روز. معقبات یعنی برای هر انسان که است. ببینین بعضی اوقات بعضی کسا میگه که والا من یک دو تا بادیگارد میگیرم که مرا حفظ بکنه. الله متعال میگه من برای تو بادیگارد ها تعیین کردیم، از ملائکه بادیگارد داری لکن تو خبر نداری. وقتی که بادیگارد الهی را فراموش میکنی، ملائکه الهی را، و ملائکه باسته را چی میکند؟ به اساس عصیان و نافرمانی خودت و ملائکه را ترک میکنه. الله متعال میگه له، برای اینمی انسان معقبات، پیردارا هستند، بادیگاردا هستند، ملائکه های هستند که تعقیب میکنن 24 ساعت این شخص من بین یدیه و من خلفه، که در پیش روش میباشند. این بادیگاردها، بادیگارد الله در پیش رویت روان است و من خلفی و در عقبت روان است. چی میکنن؟ یحفظونه من امر الله. میگه یحفظونه، حفظ میکنن به امر الله. من امر الله ای به امر الله، یعنی ایره حفظ میکنن از چی؟ از چند چیز حفظش میکنن؟ به امر الله ایره حفظ میکنن از عذاب الهی. چرا عذاب الهی عاجل سر از نمیاد؟ بسیاری مخلوقات مضر هستند، از یا ایره الله متعال حفظ میکنه. پس که هر انسان چی است؟ ملائکه هست که این ملائکه عبارت از چی است؟ عبارت مثل که علما شما میگه مثل چی؟ یا حفظت الکرام اینا را میگن. یک گوشته که شما سعی کنید یک تفلک هین از منزل چهارم خطا میخوره در زمین. از ما یک همسایه‌ام از منزل 4 میمانشان خطا خورده بود، گفت کجا افتاد؟ گفت پایان منزل. مرا گفتن برو سهلش کن. گفتم اوه کی سعی کردم میتونم. ما فکر کردم که حالا اگه ما برم از 4 منزل که افتاده دیگه تکت تکه شده باشه. اما اطفال است که طفله، چون طفل که است از کلانا کرده قلب مطمئن ندارن. قلب مطمئن را میفهمین چه قسم مطمئن است؟ مثلا تو بگاه تو قلب تو مطمئن است یا نیست؟ در روانشناسی اسلامی میگه، روانشناسی اسلامی یک مضمون ما میخوندیم به نام روانشناسی اسلامی. در روانشناسی اسلامی میگن که قلب مطمئنه با این قلب اماره به سو چی فرق دارن؟ والا ما نمیفهمیم. نفس اماره به سو با نفس مطمئنه چی فرق دارن؟ نفس مطمئنه سعی کنین مثالش، دو تا تفلکاز با هم ساتیری میکنن، یک دفعه در جنگ میشن، تو زدنک و بوکس یکی دیگه خدا میکنه که حتی روی یکی دیگهش خون میشه. وقتی که تیر میشه میگه والا این دو نفر بسیار قار هستن. پس که نماز در مسجد خواندی، پس که آمدی سعی کردی که اردوش پس خنده دارن گپ میزنه. این نفس چی است؟ مطمئنه هست که بغض و کینه و عداوت در خود جای نمیته. نفس اماره به سو کدام یکی است؟ بعضی جوان هست که کتی یک نفر یک کلمه گفت والا اینمی شیخ فلانی بر ما یک روز یک گپ گفت 6 ماه کتش گپ نمیزنم. پس بفهم که نفس تو چی است؟ نفس اماره به سو هست، ترا امر میکنه به چی؟ به بدی ها. اینجا ملائکی که حفظه هستن، اینا مخلوقات حفظ میکنن، مؤمن حفظ میکنن. الله متعال میگه که برای شما این معقبات است که من بین یدیه و من خلفی یحفظونه من امر الله. اینا الله وقتی که حفظ میکنه، اما وقتی که میگه رسول الله صلی الله علیه و تشریح میکنه میگه که انسانی که زنا میکنه در حین زنا کردن بازی مؤمن نمی باشه، ایمان از پیشش میره. در اینمی لحظه که هست اهمی عذاب الهی هم سرازی چی میشه؟ باز او وقتی را میزنم. مثلا جنها هست، جنهای کافر، فکرتان باشه جن مؤمن داریم، جنهای مؤمن هستن که حتی بعضی اوقات وقتی که درس میتی این جن مؤمن خبر میده توسط یک کس که او استاد در اینمی حلقه درستون با 2000 نفر ششتیم گوش میگیریم قرآنه. تو جنهای مؤمن است. اما جنهای کافر است، جنهای منافق است، جنهای مشرک است. بسیاری وقتا میای سر مردم با نامهای مختلف ایره فریب میده که ایره کافر بسازه. مثل که شما سعی میگن پریزن، یک زن پریزن سعی کنی این چی است؟ میگه پریزن است. بری که سعی کنی که این مشرک زن است،
کافر زن است، از طریق این خیزه که تو بخی تعویض بکن. این تو کفریات میگه، مردم هم میگه تو برو زیر فلانی قبر یک دانه گوسفند بکش، تو برو یک دیگه الوا ببر به شاید شمشیر، تو برو فلانی. نظر به مخلوق یارو در شرکیات مبتلا کردن. اینال اینمی جنها زیادتر سلطهشان سر کی هست؟ این جنه که کافر شد بازو شیطان گفته میشه. این کید شیطان کان ضعیفا. برنامه شیطان الله میگه بسیار ضعیفه. سر کی قوی میشه؟ سر انسانی که عقیدهش خراب شوه. اینا اگر کدام وقت شما جن گرفتگی پیدا میکنین، در خانه‌تان جن پیدا میشه، مشکلات پیدا میشه، معلوم میشه که در خانه‌تان چی است؟ معصیت الله هست. عقیده درست ندارین. سوره بقره را نمیخوانین که سر شما. اگر شما سوره بقره را در خانه‌تان بخوانین، شیطان ها کلش فرار میکنن از قرآن. اگر شیطان بخواد که شما سرتان حمله بکنه، حمله کردن نمیتونه وقتی که تو قلبت پناه به الله بگیری. اما اگر تو باز خودت برخیستی، شیطان هم تو را یک دکه داد، تو رفتی پیش شیطان دیگه، پیش جادوگر و فالبین که والا مرا جن زده، تو بگی برای من یک جادو بکن که من جور شم، این شیطان میگه اوه سر از این زور شده، من روانش کردیم، کافرش ساختیم. متوجه هستین؟ از این خاطر انسان مسلمان کی حفظ میکنه از شر این شیطان های کافر؟ معقبات کی هستن؟ اینمی ملائکه‌ای که مثل محافظین و بادیگاردان به همراه مسلمان است. خب آل انسان ها میگن چرا این مملکت ما تغییر نمیکنه؟ چرا این مسلمان ها تغییر نمیکنه؟ چرا در جهان اسلام حکومت اسلامی نمیه؟ الله متعال میگه که ما براتون قانون روان کردیم. قرآن عظیم شان قانون اساسی هست. تو از قرآن به قرآن عمل کردی که ما بر تو نظام اسلامی رو برات بتیم، نظام اسلامی رو تو باید بسازی. الله متعال این موضوع رو میگه ان الله، یقین داشته باشید تو مردم که الله متعال لا یغیر، تغییر نمیدهد ما به قوم، هیچ قومی را، حتی یغیروا ما بانفسهم، تا که خودشان نفسهای خود چی نتن؟ تغییر ندن. تو پیرو حقیقی قرآن و سنت شو، خودت در وجود خود تغییر بیار. یک عالم چی میگه؟ یک عالم میگه عقب حکومت الاسلام فی نفسک تقم علی ارضک. میگه نظام اسلام، شریعت اسلام سر خود اول سر خود تطبیق بکو، باز بعد از ببین که در سرزمین تطبیق میشه نمیشه. بسیاری کساس مثلا اسلام برای تو میخواه برای خود نمیخواه، تو رو خوب نصیحت میکنه، خودش ببینی که خوب در گناه ها مبتلا هست. اتأمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم و انتم تتلون الکتاب افلا تعقلون. الله متعال میگه تو هیچ عقل نداری، کتاب هم میخوانی، خودت شریعت الله را بالا چی نکردی؟ تطبیق نکردی. پس الله متعال میگه ان الله، یقین داشته باشین که الله متعال لا یغیر، تغییر نمیدهد ما به قوم، هیچ قومی را، هیچ ملتی را، هیچ مردمی را، حتی یغیر، تایی که خود از اینا تغییر نبیارن، ما به انفسهم، در نفسهای خود، در عقیده خود تغییر نبیارن، در اخلاق خود تغییر نبیارن، در معاملات خود تغییر نبیارن، در عبادات خود تغییر نبیارن. حالا بسیار کساس نامش مسلمان است، بریش عباداتش سعی کنید که در عباداتش 100 تا شرک مبتلا هست. همین دمی افغانستان ما شما 14 قسم نظر تنها به نام مخلوق است. نظر فلانی جان و نظر فلانی جان و نظر فلانی جان نیست. 14 قسم یک نظر، در یک نظر 14 قسم شرک است. سبحان الله. ببین چقدر بدبختی هست. عبادت ها را که مردم زیر پای مردم سجده میکنن، زیر پای مخلوق رکوع میکنن، یا مخلوق زنده باشه یا مخلوق مرده باشه، کل زیاره. اینا الله متعال میگه شما تغییر بیارین در اعتقاداتتان. توسط چی تغییر بیاریم؟ اون کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم است. خب و اذا اراد الله بقوم سوءا، وقتی که الله اراده بکنه به قوم بدی را، فلا مرد له، اگر یک قوم خود تغییر نمیتن، امر الله را تطبیق نمیکنه، شریعت الله را تطبیق نمیکنه، گاهی پشت روس میره، گاهی پشت امریکا میره، گاهی پشت یکی میره، گاهی پشت دیگه میره، کتاب الله و سنت رسول الله را فراموش میکنه، باز الله متعال میگه و اذا اراد الله بقوم، باز اگر الله به این مردمی که مخالفت شریعتش میکنه باز بر از او اراده کرد بدی را که در عذاب خود گرفتار بکنه، فلا مرد له، باز هیچ کس نمیتونه رد بکنه از امی حکم الله و از عذاب الله کس نجات بده. و ما له من دونه من وال، و نیست برشان من دونه بغیر از الله من وال هیچ دوست یا مددگار. دیگه الله متعال دیگه قدرت خدا بیان میکنه، میگه الله متعال یریکم البرق خوفا و طمعا. این رعد و برق سیاه و مخلوقات الله هستند. برای بعضی کسا میگه خوف است، برای بعضی کسا طمع است. و کسی که مؤمن است وقتی که باران میشه میگه اللهم اجعله غیثا ولا تجعله مطرا. پروردگارا اینمی باران غیث بگردان، باران رحمت بگردان سر من.
سرما سنگ نگردان که مثل که از آسمان سنگ میبره. این عالمی باران که است، میگه باران که در لطافت طبعش خلاف نیست، در دشت لاله روید و در شورزار خس. شما ببینید باران یک باران است. الله متعال میگه سعی کنین اینمی رعد و برق یا کلش مخلوقات الله هستند. و الذی یریکم البرق، الله متعال بر شما نشان میده رعد و برق خوفا و طمعا. برای بعضی ها خوف است، ترس است، و برای بعضی ها طمع است. امیدوار میشن که ان وقتی که رعد و برق شد باران میشه، کشت و زراعت میشه، اقتصاد ما خوب میشه. و ینشئ السحاب الثقال، و الله متعال میگه بر میدارد از سحاب ابرهای الثقال گرنگ چی معنی ثقیل؟ یعنی که این ابرها با خود چی را حمل میکنن؟ آب. و یسبح الرعد بحمده، امیر رعد و برق که هست این هم مخلوقات الله هست. اینمی رعد و برق هم اگر تو فکر میکنی که به امر الله نیست، میگن امو هم تسبیح میگن، لکن ما و شما تسبیح گفتن از او، امو میگن که الله پاک است، سبحان الله میگن. اینجا آیه تو قرآن امیر میگه. ما تو که نمیفهمیم، مشکل ما هست. ما تو زبان بسیار مخلوقات نمیفهمیم، اما هر کدام مخلوق که از به شکل خود به الله چی میگن؟ تسبیح میکنن. و یسبح الرعد، و امیر رعد که شما از پیش از او میترسین، اینمی مخلوق الله هست، تسبیح میگه برای الله به حمده، به حمدش. و الملائکه، و همچنان امین ملائکه بزرگی که شما از او میترسین، اینا هم با تسبیح الله را میگن من خیفتی، امیا هم از الله میترسن. و یرسل الصواعق، و الله متعال میفرستد صاعقه ها را، صداهای بسیار خطرناک. صاعقه تندر که میگن، نه تندر میگه الماسک میگن یا سنگ آسمانی را میگن. این وقتی که می فیصیب به هم میشا، پس میرساند آن را میشا به هر که بخواد. و هم یجادلون فی الله، و امی مردمای احمق میگه باز هم با وجود دیدن تمام دلایل قدرت الله چی میکنن؟ یا مجادله میکنن در مورد الله. و هو شدید المحال، و الله متعال سخت است گرفتنش. وقتی که الله باز یک کسی را گرفت، اما تو یک عذابه. الله متعال توحید در دعا را میگه. توحید ما شما گفت یکی توحید ربوبیت است، یکی توحید الوهیت است، یکی توحید اسماء و صفات است. توحید الوهیت که است باز دو بخش است، یکی توحید عبادت است و یکی توحید اطاعت از شریعت است. توحید عبادت که است بازی چند قسم داره. یک قسم از این توحید در چی است؟ توحید در دعا هست که انسان وقتی که دعا میکنه باید موحد باشه، قلبش با الله باشد، دستشان به طرف قبله الله باشد. اینی توحید در دعا هست. از این خاطر الله متعال میگه له دعوت الحق، خاص برای الله هست دعای حق. دعای حق شما یعنی دعای توحیدی. یکی دعای توحیدی هست، یکی دعای شرکی. دعای توحیدی او است که فقط دست دعا و قلب به طرف الله باشه، رویت به طرف الله بکنی. حتی در قبر رسول الله صلی الله علیه و که باشی دعا میکنی باید روی طرف قبله باشه. این دعوت امی آیت قرآن امیر میگه له، خاص برای الله هست دعوت الحق، دعوت حق توحیدی. والذین یدعون من دونه، و کسانی که یدعون دست دعا بالا میکنن یا قلب خود رابطه میتن من دونه بغیر از الله متعال، لا یستجیبون لهم، این مخلوقاتی که دست دعا را بر از اینا بالا میکنن اینا هیچ وقت اجابت کردن نمیتونن. چرا اجابت کردن نمیتونن؟ به خاطر که یکی از نامای الله المجیب است، اجابت کننده. اجابت کننده نه پیغمبر است، نه ملائکه هست، نه زنده هست، نه مرده هست، نه نبیین است، نه صدیقین، نه شهدا و صالحین. چرا؟ لا یستجیبون له، اینا باز مخلوقاتی را که دست دعا برش بالا میکنن، صفت عبادت الله را در مقابل از اونا انجام میتن، میگه اونا اجابت نمیکنن بر از اونا بشین هیچ چیز. چی معنی یک الله یک مثال بیان میکنه؟ مثلا که قرآن عظیمشان چقدر عقیده را جور میکنه. میگه اینا وقتی که دست خدا به یک مخلوق بلند میکنه، مثل از این ورز که یک نفر کفای دست خدا میآور برام تو بانه دیگه، تو کف خدا می قسم بگیره. آیا او به دان از این میرسه؟ نه. تا که کف هم تو گرفتن نشه، سهم هم تو گرفتن نشه، دان بالا نشه. الا مثل کباستن، مثل شخصی وارث، کسایی که به غیر الله دست دعا بلند میکنن. میگم الله متعال میگه مثال از این مثل کسی است که باستن کفایه گشاده هست، کفای دست خدا الی الماء آب، لیبلغ فاه، و می کف دست خدا در بین او مانده، دیگه صدا میکنه که او کف دست دیگه روان که او در دان ممتو، فقط این چی داره؟ و ترپم داشته باشه کف دستش. و ما هو ببالغیه، و هیچ وقت ولو که تا شام هم از این صبح تا شام دست خدا بین او بانه او بدان از این نمیرسه. و ما دعاء الکافرین، و کافران هم میگه اینمی قسم است که او از آب که رحمت الله استفاده نمیکنه،
اینمی شخصی که به غیر الله دست دعا را بلند میکنه، این هم هیچ رحمت الله سر از این نازل نمیشه. چرا؟ به خاطر از اینکه و ما دعاء الکافرین الا فی ضلال. چرا که دعای کافرها هست که به غیر الله دست دعا را بلند میکنه و این میگه دعای از اینا به گمراهی میره، هنوز برش عذاب نوشته میشه. ولله و خاص برای الله یسجد و سجده میکنه من فی السماوات. سعی کنین میگه تمام مخلوقات که هستن خاص، لام حرف جر است، لام للتخصیص خاص است. اینجا الله متعال میگه که امی سجده و عبادت که از خاص برگی از برای الله هست. ولله و خاص برای الله یسجد و سجده میکنند من فی السماوات والارض، تمام مخلوقاتی که در آسمان ها هستند و در زمین هستند، طوعا و کرها. این مخلوقات کلشان اراده داشته باشه به دل خود یا بیدلش، این مخلوقات کلش تنها انسان است که برش اختیار داده شده. دیگه مخلوقاتی که در آسمان ها و زمین است و اختیار ندارن و کلش برای الله سجده میکنن با اختیار خود یا بدون اختیارش. تنها انسان است که برش اختیار داده شده که این انسان باید به اراده خود به الله چی کنن؟ سجده بکنن. و ظلالهم، و همچنان حتی سایه های اینمی مخلوقات، خود مخلوق به الله سجده میکنن. میگه حتی سایه هایشان بالغدو در صبح والآصال و در شامگاه. این آیت چی است؟ آیت سجده هست. این وقتی که آیت سجده را خوانیم بالای ما شما چی واجب میشه؟ سجده تلاوت. سجده تلاوت چه قسم میگه؟ فقط الله اکبر میگیم، سبحان ربی الاعلی، سجده میکنیم دیگه. سلام میگه پای چیز نداره. این ما و شما چرا سجده کردیم؟ وقتی که الله متعال گفت که برای الله سجده میکنه آنچه که در آسمان ها و زمین هستن با اختیار به اختیار، ما و شما گفتیم که یا الله این ما با اختیار خود بر تو چی میکنیم؟ سجده میکنیم. این سجده تلاوت است که انسان مسلمان بهترین جای بدن خود در زمین میگذاره. قل بگوی رسول الله صلی الله علیه و سلم من رب السماوات والارض، کیست پروردگار؟ رب یعنی خلق کننده، روزی دهنده، شفا دهنده، زنده کننده، میراننده. ای کی هست که همه این چیزا را در آسمان ها و زمین، یعنی خالق آسمان ها و زمین کی است؟ قل الله، بگو ای رسول الله صلی الله علیه و سلم که الله هست. الله. قل افتخذتم، بگو برشان آیا شما گرفتید من دونه بغیر از الله اولیاء دوستان، لا یملکون، کسانی را شما دوستانتان گرفتین، جاگزین یعنی صفات الله را برازو دادین، او را به عوض الله اختیار کردین. این مردم را که شما اختیار کردین، این مخلوقات را که شما اختیار کردین، شما برین سعی کنین. لا یملکون لانفسهم نفعا ولا ضرا، اینا مالک نیستن بر نفسهای خود، نه نفع رسانده میتونن نه ضرر رسانده میتونن. قل هل یستوی الاعمی والبصیر، بارشان بگو که آیا مساوی است او مسلمانی که چی هستن؟ بینا هست و او انسانی که چشم داره خدا به نابینایی انداخته. آیا انسان نابینا و بینا با هم مساوی هستن؟ ام هل تستوی، آیا مساوی است الظلمات و ظلمات چی است؟ شرک و کفر یا کلش تاریکی ها هستند. آیا این مساوی هستند؟ و نور به همراه روشنی، شبا می در اتاقی که روشنی باشه و در اتاقی که تاریک باشه یک قسم است، دوام اردوش درس خواندن نمیتونی، دو کار کردن نمیتونی. اینمی قسم که مساوی نیست، اینمی قسم مؤمن و کافر با هم مساوی نیستن. ام جعلوا لله شرکا، یا گردانیدن برای الله شریکانی که خلقوا که خلقه، که باز برش میگن که او خلق کرده مثل خلقت الله متعال. فتشابه الخلق علیهم، تابع شده خلق برایشان. یا اوت میگن که اونا اوت مخلوقاتی هستن که اونا هم مثل الله خلق کرده میتونن. انا لله و انا الیه راجعون. کجا خلق کرده میتونن؟ کجا میتونن اینا زندگی بتن؟ اگر یک نفر بتونه برای خود زندگی بته، این مخلوقاتی که اینا به او رجوع میکنه، چرا اول برای خود زندگی نمیتن؟ اگر ما پیسه داشته باشم چارج برم، اول برای شما کباب میخرم یا برای خود؟ اول خودم میخورم، خودم که خوب شکمکم سیر شد، بعد اگر پیسه اضافگی من باز من بیاد تو را یک خوراک کباب بتم. اول زان پس جهان. حالا اگر یک نفر برای دیگه زندگی داده میتونه، برای دیگه بچه داده میتونه، برای دیگه دختر داده میتونه، برای دیگه راحت داده میتونه، چرا خودش بر خود هیچ چیز کردن نمیتونه؟ پس معلوم است که مخلوق است، هیچ چیز کردن نمیتونه. این حالا میگه قل الله خالق کل شی، بگو بر از این مردم، او مردم الله که از خلق کننده تمامی مخلوقات، تمامی اشیاء هست. و هو الواحد القهار، و الله ذات یگانه هست. الواحد، و از اسماء الله، از اسماء و صفات الله واحد است، یگانه هست. القهار، و غالب است. الله متعال میگه که کسایی که بیدین هستن، کافر هستن، اعمال از اینا را مقایسه میکنه. میگه شما یگان وقت سعی کنید. دو مثال میته. یک مثال میته مثلا که چی است؟ مثال آب است.
آب میگه سیل کنین که آب که وقتی که در جریان باشه در سر آب بسیار کف میگه می کف او کس هیچ از او چیز استفاده نمیشه. همین کف هیچ استفاده نمیشه. آب اصلی میره در مجرای خود، در جایی که میرسه زمین آبیاری میکنن، نتیجه میده، حاصل میده. این کف که هیچ در آب. بعضی اوقات میگه یک مثال دیگه اگه براتون درست معلوم نیست، کدام وقت آهنگر دیده باشین یا مزگر دیده باشین یا کسی که مثلا طلا فروش از طلا را وقتی که خوبی را ذوب میکنه، اما طلای حقیقی از او یک لاکت جور میشه. در سر از اینی که جوش میده در سر از یک قف میاد. ما شما قف میگیم در زبان چیز ادبیات کف میگن، کف دریا یا کف اینمی چیز کس یکی میگن. میگن کفک از این کس تو پیش اوسو میره، هیچ از او چیز جور نمیشه. پس الله متعال میگه کسایی که بیدین هستن، عقیده درست ندارن، توحید خوب ندارن، عقیده اسلامی حقیقی ندارن، در شرک مبتلا هستن، ولو که روز 1000 رکعت نماز هم بخوره هیچ برش فایده نمیرسونه. ولو که تمام روز نفس خدا میکشه، عملش مثل می کف چی ورس؟ یعنی می کف آب و مثل کف اونمو معدنه که او آتش داده میشه. امی آیت قرآن همین میگه و هو الواحد القهار، الله ذات واحد قهار از غالب است. انزل من السماء ماء، الله متعال فرو فرستاده هست من السماء از آسمان از ابرها چی ماء آب را، فسالت اودیتون بقدرها، باز میگه جاری شد اودیتون وادیها قولها. از چی جاری شدن؟ از آب جاری شدن به قدرها به اندازش. فاحتمل پس حمل کرد از سیل و امو سیل او وقتی که آمد، وقتی که سیل از این قول و از این کوه پایان میشه میگه چی میگه سیل؟ از سیل ما شما سیل میگه در زبان عربی رو سیل میگن. میگه امی سیل چی میگیره؟ زبدن یک کف میگیره، کف میگیره عمود در سر از اون کف روان میباشه، رابیان که بالای از اون میباشه. این خو از آب شد. دیگه قسم چیز میگه و مما یوقدون علیه فی النار، و مما از اون معادنی که یوقدون که او را گرم میکنن، وقود جور میکنن، در آتش او را میسوزانن، علیه فی النار در آتش دوزخ او را میگذارن، یوقدون علیه که میگذارن او را در کجا؟ فی النار در آتش دوزخ. انال ابتغاء حلیت، چرا این کار میکنن که این معادن مثلا یا نقره یا طلا را این در آتش میپرتن خوب متذوبش میکنن؟ میگه ابتغاء به هدف، بقیه هدف میگه ابتغاء حلیت به خاطر به هدف ساختن زیور او متاع یا کدام یک سامان یا وسیله ضرورت دیگه یا پرزه دیگه، مثلا پرزجات موتر، پرزه تیاره، پرزه کامپیوتر. این می قسم زبدان بالای از او هم شما سیل کنین یک کف است مثل اونمو کف دریا واره. این می قسم کذالک یضرب الله الحق والباطل. این می قسم الله مثال میگه بیان میکنه چرا مثال حق و باطل. اونمو زیور اصلی اونمو حق است، اصل است. باطل چی است؟ اینمی کف است. زیور اصلی توحید است که حق است. این اعمال اضافی که اساسش به اساس توحید نیست، به غیر الله هست، دست و دعا به مخلوق بلند کردن است، سجده به غیر الله هست، عبادت به غیر الله هست، قانون غیر الله را تطبیق کردن است. میگه کل ازیا چی هستن؟ کف های هستن. امو قسم که اونو کف ها پیش امو طلا فروش ارزش ندارن، امو کف دریا پیش دیقان و کف سیل ارزش نداره. اینمی قسم اینمی اعمال پیش خالق متعال هیچ ارزش نداره. از این خاطر الله متعال مثالا را بیان میکنه به خاطر که اگر بر انسان خوب چیز شود. فاما الزبد، پس اما امو کف که است، فیذهب جفاء، امو میره و خشک بی ارزش بی فایده. و اما ما ینفع الناس، و اما آنچه که بر مردم به منفعتش است، اونو آبی که به منفعت است، اینی زیوری که به منفعت است، فیمکث فی الماء، امو آبی که به منفعت است او باز در زمین می باشه و از او باز زمین مثلا میوه‌جات، سبزیجات، نباتات، بسیار چیزای زیبا از او چی میشه؟ پیدا میشه. کذالک یضرب الله الامثال، اینی قسم الله متعال بیان میکنه مثال ها را، للذین، برای کسانی که استجابوا اجابت میکنن، لربهم، اهل کسانی که احکام الله را، احکام قرآن، توحید قرآنی را اجابت میکنن و مطابق از زندگی میکنند. الله متعال میگه للذین استجابوا، برای کسانی که اجابت کردن، احکام الله را قبول کردن، لربهم، به پروردگارشان اجابت کردن، الحسنا، بسیار بهتر است. والذین لم یستجیبوا، و کسانی که اجابت نکردن، له، به او، لو ان ما لهم، ولو ان، و اگر باشد، لهم برایشان، ما فی الارض جمیعا، تمام ثروت هایی که در زمین است کلش پیش از اینا باشه، و مثله معه، اندازه امی ثروت های زمین دیگه هم ثروت های دیگه باشه، لفتدوا به، که بخواد او را چی کنه؟ او را فدیه بده، عوضی بده، رشوت بخواد پیش کنه، العیاذ بالله.
هیچ بدردی از این میگه نمیخوره، ولو که کل از ایران پیش بکنه هیچ بدردش نمیخوره. اولئک لهم سوء الحساب، الله متعال میگه بر از اینا بسیار حساب خطرناک است. و مأواهم جهنم، و جایگاه از اینا دوزخ است. و بئس المهاد، و بسیار بد یا زشت جای است امی دوزخ. افمن یعلم، آیا کسی که میدانه انما انزل الیک من ربک الحق، آنچه که نازل شده الیک به سوی تو من ربک از جانب پروردگارت الحق و حق است. کمن هو اعما، مثل که کسی که خود در نابینایی انداخته، چشم داره لکن خود نابینا انداخته. انما یتذکر اولو الالباب، یقینا کسای چی میشن؟ کسای از این قرآن استفاده میکنن که صاحب قلب سلیم و پاک هستند. الله متعال بر ما و شما قلب سلیم، دور از شبهات و شهوات نصیب بکنه. الله متعال بعد از اینکه دلایل قدرت خدا بیان کرد، توحید ربوبیت بیان کرد، توحید الوهیت بیان کرد، توحید اسماء و صفات بیان کرد، در پالوی از او صفات مردمای بیدی نگفت که اونا چی مشکلاتی دارن، چی دلایل میارن. آل صفات مؤمنین بیان میکنه که خدا مقایسه بکنه که کدام صفات در وجود شما هست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. صفات اول مؤمنین چی است؟ وفا به عهد است. اینا مجموعه از صفات مؤمنین بیان میکنه که صفات اول مؤمنان چی است؟ الذین، الله متعال میگه اینمی مردمایی که اولو الالباب هستند، صاحب قلب سلیم هستند، مردمای عقلمند هستند. اینا چی صفات دارن؟ مؤمنای واقعی هستند. اینا چی صفات دارن؟ الذین، کسانی هستند که یوفون، وفا میکنن. به چی وفا میکنن؟ به عهد الله، به عهد الله. هر مسلمان به الله چند تعهد کرده؟ 3 تعهد در کلمه. تنها ما و شما در کلمه طیبه 3 تعهد داریم که تعهد اولی است که یا الله بغیر از ذات تو هیچ کسی دیگه را من عبادت نمیکنم، یعنی هیچ عبادت به هیچ کسی دیگه انجام نمیدم. تعهد دومی چی است که یا الله بغیر از شریعت تو قانون هیچ کسی را بالای خود تطبیق نمیکنم. و تعهد سومی چی است که یا الله عبادت ذات تو را و اطاعت شریعت تو را به طریقی کی میکنم؟ محمد رسول الله. حال طریقه های زیاد است. اله در زبان عربی معبود میگن و در اصطلاح کسی که 2 صفت داشته باشه، ذاتش عبادت میشه و شریعت و قانونش تطبیق میشه. حالا ما شما کلمه میخریم میگیم لا اله، نیست هیچ کسی مستحقی که ذاتش عبادت شوه و شریعتش تطبیق شوه الا الله، بغیر از الله. صحیح شد نه؟ این 2 تعهد شد. هیچ کسی مستحق از این است که ذاتش عبادت شوه و اطاعت از شریعت شوه. این 2 تعهد. انال عبادت ذات الله را و اطاعت از شریعتش به طریقی کی بکنه؟ محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم. الله متعال میگن الذین، مؤمنین حقیقی کسایی هستند که یوفون، وفا میکنن به عهد الله، به عهد الله. که الله عهد کردی گفتی لا اله الا الله محمد رسول الله، خدای تعهدت استوار باش. ولا ينقضون الميثاق، و اونمو وعده های خدا نمشکنانن. ما شما ببینید بعضی کسا تعهد اولش شکستانده، عبادت غیر الله را میکنن، یا بعضی عبادت ها را بر مخلوق انجام میده، یا مثلا در قانون الله عوض شریعت الله یکی میگه من سوسیالیسم تطبیق میکنم، دیگه میگه کمونیسم تطبیق میکنم، دیگه میگه قانون امریکا را تطبیق میکنم، دیگه میگه قانون فرانسه را تطبیق میکنم، دیگه میگه فکر لنین خوشم میاد، دیگه میگه مارکسیسم خوشم میاد، لنینیسم خوشم میاد. این تعهد دوم خدا شکستان. سومی است که بعضی مردمای دیگه هستن که چی میکنن؟ اما عبادت الله را و اطاعت از شریعتش به دل خود میکنن، به طریقی خود میکنن. او یک قسم نماز میخونه، او با طریقی فلانی نماز میخونه. نه، به طریقی محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم باید بخوانیم. والذین یصلون، و دیگه صفت دوم، صفت مسلمانان چی است؟ صله رحم دارن، یعنی همیشه روابطشان با مؤمنا مستحکم میباشن. والذین، و آنانی که یصلون، وصل میکنن ما امر الله به ان یوصل، به آنچه که الله امر کرده ان یوصل که او را وصل بکنه. یعنی الله متعال گفته بالوالدین احسان، به مادر پدرتان احسان بکنین، به اقاربتان احسان بکنین، به بزرگا مثلا باید شما احترام بکنین، به کوچکا مثلا شفقت بکنین، به خانم‌ها خواهر و مادرتان مثلا حق و حقوقشان ادا بکنین، احترامشان بکنین. اینمی کسایی که یصلون ما امر الله، وصل میکنن، انجام میتن، پیوند میکنن ما امر الله، و آنچه را که الله امر کرده به آن ان یوصل که وصل کرده شوه. و یخشون ربهم، صفت دیگهشان چی است؟ و یخشون ربهم و یخافون سوء الحساب، میترسن از کی؟ از رب خود، از الله میترسن. اینال کسی که میگه والا نه من الله را دوست دارم، من خود نمیترسم، از جنت نمیترسم، از دوزخ نمیترسم، این الله متعال میگه نه، این صفت مؤمن است. انسان مؤمن باید همیشه در خشیت باشه قلبش.
خشیت یک عبادت قلبی هست که باید قلبا از الله باید بترسی. و یخافون و خوف داشته باشی. خشیت و خوف. خوف چی است که انسان مسلمان باید از عذاب الهی چی کنه؟ بترسم. سوء الحساب و بترسه از سوء الحساب. از چی؟ از بدی حساب بترسه که نشه که در روز قیامت امرای من محاسبه صورت بگیره و بسیار حساب خطرناک بگیره. چرا الله متعال کسی را که حساب گرفت باز او دیگه من حسب عوضب، کسی که حساب شد امرایش، چرا الله سر کسی قار بود او را باز ذره ذره از بهش حساب میگیره. والذین صبروا دیگه صفت مسلمان ها. صفت چهارمیشان چی است؟ والذین، چهار صفت بودی، پنجمی هست. صفت پنجمی مسلمان ها مؤمنین حقیقی چی است؟ که صبر در اطاعت، صبر در معصیت، صبر در مصیبت. صبر در اطاعتی است که اگر کسی را ببینید در نماز صبر داره بسیار خوبش نماز میخوانه به طریق رسول الله صلی الله علیه و سلم. اگر صبر در اطاعت نداشتید در رکعت نماز در 5 دقیقه میخوانه. این بی صبریست در اطاعت. صبر در مصیبت چی است؟ که انسان‌های مؤمن که است وقتی برش هر قدر سختی برسه میگه انا لله و انا الیه راجعون. انسانی که بیدین است کفریات میگه. صبر در معصیت چی است؟ که انسانی که مؤمن است با یک گناه که میره پیش از حرکت کردن به گناه بر خود در دل خود ترس الله را، حضور الله را، قیامت، عذاب قبر میره. میگه محمد علی کلی میشناختین، یک بوکسمن بود، مسلمان بود، سیاپوست بود، امریکایی. این را گفتن تو چه قسم گناه نمیکنی؟ گفت وقتی که هر وقت ما که میخوایم یک گناه را بکنیم یک پلتا گوگرد در پیش ما، یک دانه گوگرد دادم جیب خود مانده بود. گفت دادم دست خودم تو میگیرم در میتم دست خودش میگم اوه میگم سعی ما یک پلتا گوگرد زورش ندارم. این آتش خطرناک دوزخ چطور زورش دارم؟ اونمون میگم گوگردک میگم آره چی میکنه؟ از اون گناه منصرف میشم. اینه پنجمی مسلمان های حقیقی چی است؟ که صبر میکنن. به خاطر چی صبر میکنن؟ ابتغاء به هدف حاصل کردن وجه ربهم، رضای الله متعال. صفت دیگه شان چیست؟ که اقامه نماز میکنن. انسان های مؤمن حقیقی یه در آیت نگفته که یصلون نماز میخوان، گفته اقام الصلاه. اقامه نماز چی است؟ که نماز به طریقه رسول الله صلی الله علیه و سلم استاد کنی. مردم طریقه رسول الله صلی الله علیه و سلم درس بدی که رسول الله چه قسم نماز میخوان. در یک نماز شیخ البانی رحمه الله 200 حدیث ذکر کرده که تو میتونی 200 سنت در نماز انجام بدی. این اقامه نماز میگن. چطور رکوع میکنی، چطور سجده میکنی، این اقامه نماز میگن. و اقام الصلاه، این صفت مؤمنه هست که اقامه نماز میکنن. تنها تو نیست که بگه نماز خواندی نماز میخوانم. و انفق و نفقه میکنن مما رزقناهم، از آن چیزی که برشان روزی دادیم، سرا پنهان پوشیده، هم به خاطر ذات الله. مخفی نفقه میکنن در راه الله و علانیتا آشکارا. بعضی اوقات مثلا در بعضی مسائل برای تشویق دیگران اگر یک کس نفقه میکنه باز این هم الله خوش داره. علانیه من تا در نیتش مخلوق نباشه بلکه رضایت الله باشه. سرا و علانیه. دیگه صفتشان چی است از انسانهای مؤمن؟ دیگه صفت انسانهای مؤمن این است که ویدرؤون بالحسنات السیئه، و دفع میکنن به نیکی بدی را. هر کسی که برش بدی کرد او را با نیکی ها چی میکنه؟ رد میکنه. و یا ای که اگر خودش کدام اشتباهی کرده در مقابل از او چی میکنن؟ نیکی ها را انجام میده که ان الحسنات یذهبن السیئات. اولئک همین مردمایی که همین صفات دارن لهم برایشان است عقبت دار. عاقبت دار یعنی عاقبت دار چی است؟ یعنی سرای آخرت جنت نصیب از اینا میشه. این عقبت دار که سرای آخرت چی هست میگن؟ جنات. که قرآن خودش یک آیت قرآن دیگه آیت قرآن تشریح میکنه. حالا عقبت دار چی است؟ الله متعال میگه جنات و عدن، باغ‌های هستند. برای چی هستند؟ برای اقامت هستند. یدخلونها که داخل میشوند امی انسان‌هایی که امی صفات دارن. و من صلح و همشان داخل میشه امی جنت کسایی که اصلاح بودن، عقیده خوب داشتن، موحدین بودن. من آبائهم از پدرانشان و ازواجهم و همسرانشان و ذریاتهم و اولادهایشان. والملائکه یدخلون علیهم من کل باب. خب یک نتیجه که از این صفات خوب مؤمنین نتیجه را داد که در جنت الله داخل میشن. والله میگه تنها تو داخل نمیشی بلکه اگر تو دعوت کنی خانمت هم عقیده توحید داشته باشه و هم انشاءالله داخل میشه. پدرت هم که اگه دعوت کردی که و هم عقیده توحید داشت او هم داخل میشه.
اعضای فامیلت هم به عقیده توحید دعوت کردی، اونا هم داخل میشن و اگر خودشان اصلاح بودن انشاءالله اونا هم میباشه، پس در جنت همراه تمام خانواده و دوستا و اقارب کلشان در جنت میباشی. دیگه چی هست؟ برای علاوه هزی میگه یک خوشخبری دیگه چی هست؟ او چی هست؟ میگه ملائکی الله که مخلوقات معصوم الله هستند، او باز برای شما دعای سلامتی و احترام برای شما میکنن. و الملائکه و ملائکه یدخلون داخل میشن علیهم بالای می جنتی ها من کل باب، از هر دروازه های جنت. باز چی میگن؟ میگن سلام علیکم، سلامتی بالای شما باد، علیکم بالای شما بما صبرتم، به سبب آنچه که شما صبر کردین، در مصیبت ها صبر کردین، در سختی ها صبر کردین، در مشکلات صبر کردین، در راه دعوت صبر کردین. فنعم عاقبت دار، پس چقدر زیبا هست، چقدر خوب است عاقبت دار، اینمی عاقبت دار یعنی سرای آخرت که جنت الهی است. والذین ینقضون عهد الله من بعد میثاقه، اما کسانی که باز صفات نقص میکنن، اونجا برای الله کلمه میخونه که بغیر از ذات تو من دیگه کس دیگر عبادت نمیکنم، باز میرسه به مخلوق رکوع و سجده میکنن، نظر به نام مخلوق میکنن، مرغ زیر پای عروس میکشه، گوسفند زیر پای حاجی میکشه. این نقض تعهد است. یا عوض شریعت الله میگه ما دموکراسی را تطبیق میکنیم، ما قانون امریکا را تطبیق میکنیم، ما قانون ملل متحد را تطبیق میکنیم. اینال این کسانی که یا کسای دیگه که طریقه رسول الله صلی الله علیه و آله هیچ یاد نداره، با اون طریقایی که باز مثلا رنگ طریقا کشیده، یکی کت دول عبادت میکنه، یکی کت رقص عبادت میکنه، یکی کت ساز عبادت میکنه، یکی میلر زده عبادت خود، کلشان مخالف قرآن و سنت. این چی میکنن؟ طریقه ها را جور کردن بر خود. اینال نمی کسا چی کردن؟ عهد خدا با الله شکستاندن. چی جزایشان است؟ والذین و کسانی که ینقضون عهد الله، نقض میکنن میشکنانن چی را؟ عهد الله، عموم عهدهای را که با امرای الله کردن، من بعد میثاقه، بعد از اینکه او عهد استوار کردن، کلمه خواندن، کلمه شهادت خواندن. و یقطعون و قطع میکنن ما امر الله به، باز قطع صله رحم میکنن که کاکای خود رابطه ندارم، که مامای خود ندارم، که برادر خود ندارم، که پدر خود ندارم، که قوم خود ندارم، که از ارتباط ندارم، که از مسلمان خفه هستم. اینا این انسان که قطع میکنه آنچه که الله گفته که ان یوصل که وصل بکنه، و یفسدون فی الارض، اینمی مردم ها فساد میکنن در زمین، به گناه ها مبتلا هستند، عروسیشان، مجلسشان ساز است، رقص است، فساد است، جنگ است، شراب است، این مجالس فساد دارن کلش. اولئک که همین مردم با وجود از که خودم مؤمن هم میگیرن، الله متعال میگن لهم اللعنت، و بالای زنا لعنت است. و لعنت ما شما گفتیم که صاحب تفسیر صابونی، همین تفسیر آیت احکام صابونی که هست، این شما بخواید اونجا میگه که اللعن الطرد من رحمت الله، لعنت چی است؟ راندن یک نفر است از رحمت الله. پس بالای از اینا چی است؟ میگه لعنت است. الله وقتی که یک کسی را لعنت کرد یعنی از رحمت ما تو چی هستی؟ ناامید هستی، جنت خلاص شده از پیشش. ولهم، و برایشان سوء الدار، بسیار سرای زشت است. سرای زشت چی است؟ دوزخ است، عذاب دوزخ است. الله یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر. حالا بعضی کسا هستن که اون فلانی نفر موتر داره، فلانی نفر خانه داره، فلانی نفر نداره. برادر عزیز، امتحان دو قسم میشه. امتحان گاهی با مال میشه، گاهی با غریبی میشه. برای یکی مالش امتحانش است، برای یکیش غریبیش امتحانش است. الله اینال برای اگه برای الله داده دو امتحانی افتاده. از این خاطر میگه آدم فقیری که حرام نخورده باشه، حلال خورده باشه، غلطی نکرده باشه، صداقت کرده باشه و به اساس صداقت و راستی و دینداری و ایمانداری خود بیچاره مانده، مثلا ریشش سفید شده، یک خانه نداره، زمین نداره، موتر نداره، امکانات نداره. الله متعال میگه که نمی فقیری که با پاکی و عفت زندگی کرده نسبت به اون انسانی که از حرام و غلطی و ترام موتر و بلده گرفته 500 سال پیش داخل جنت میشه. 500 سال 500 سال سبحان الله. او تا که سر پل صراط تیر میشه و تا که از او پرسان میشه که درخت از کجا کردی، که موتر از کجا کردی، که باغت از کجا کردی، اون در باغت یک بلس زمین از دیگر در باغت داخل کردی، اون خانه بلند منزلت که است غصب کرده بودی، اون خانه که حق فلانی رو خوردی، تا که حسابای خود خلاص میکنه. غریب بیچاره کم تو تیر میشه. حالا این از دیمزن که تیر میشینی، اگه در موتر شیشه پلاستیکی و شیشه دار و لوکس باشی، استاد میگه مره چیزی تا نه، لیسانس تبته و جواز سایر تبته فلانی، بایسکل دار باشه یا پادرا باشه، هیچ کس استادت نمیکنه. میگه برو بیادری پیاده رو
غریبا در روز قیامت هم تو پیاده در جنت میرن. پیسه دارا تا که جوابی محترم میده، جواب راکت خدا میده، جواب مثلا خدمتگارای خدا میده، جواب چوکی خدا میده، جواب معاهدات خدا میده، جواب شوایی که در سفارت ها که سفیر امریکا رفته تعهد کرده جواب از اون میده، پیش سفیرها رفته و پیش فلانی رفته و مجلس ها رفته و گواهی را که خورده و گوسفندایی را که خورده و کبابای حرامی را که خورده، رشوت‌های را که خورده، کت اختطافچی دزد داره، کت غاصب و غصب زمین کرده و مالا گرفته، کل از اینا میگه 500 سال سر از این تیر میشه. الله حفظ بکنه. 500 سال. خب این حال کسی بدبخت است که به خاطر 60 سال زندگی دنیا، 70 سال زندگی دنیا 500 سال خدا ولو که در جنت برام خوشبختش است که جنتیش 500 سال بعد میره و دوزخیش الله عفو بکنه. خب اینجا چی میگه الله او مردم عقیده تان خراب نکنین، رزاق الله هست، یبسط الرزق لمن یشاء، یبسط بست میته گشاده میسازه الرزق لمن یشاء برای هر کسی بخواد، و یقدر یا تنگ و کم میسازه امیر رزق برای بعضی کسای دیگه، و فرحوا بالحیات دنیا، این مردم های بیدین که هستن یا چی مشکل دارن که یا بسیار خوشحال میباشن در زندگی دنیا را میگه همین زندگی که برشان نزدیک است، دنیا به خاطر از اینه که نزدیک است و بعضی ها میگه به خاطر دناعتش که بسیار یک زندگی زشت است، هر قدر که آرام باشه دیگر روز یک دفعه دل درد میشه، یک دفعه. اما خوب پیسه دارا را که سائل کنی کاتب کلان پیسه دار میشه، میگه اوه چه خوب پیسه دار، چه خوراکای بکنه. بازو چی میگه والا من خود 10 سال میشه که از گوشت پریز هستم. این بدبخت دیگه چه ببینی چی والا من کمک شروع جوشانده میخورم دیگه گوشت شام خوردن نمیده، برنج و دیگه خوردن نمیده. این وضعیتش خراب است. و ما الحیات الدنیا فی الاخره، میگه نیست زندگی دنیا در مقابل آخرت الا متاع، مگر یک متاع. متاع چی میگه؟ یکی از علما میگه من این کلمه متاع رو هیچ نمیفهمیدم. کلمه قرآن متاع چی معنا؟ متاع یک متعه. میگه یک روز از یک قریه عرب ها تیر میشدم، دیدم که یک زن از دختر خودم ظرفای خدا سابق در سر چشمم میآوردن، نمیششتن در اونجا ظرفای خدا میگه میشش، اما صافیگه که کمی چیزا رو میشویه ظرفا رو یک قسم یک جالیگه کا برام 10 درصد میدنه که ظرفایش پس خانه کس میشه. میگه زنه که بر دختر خود میگه اعطینی متاعی بده برام متاع من. او میگه میدم که یعنی پیش الله متعال این کل این دنیا که است، این کل مال و منالش کلش چه قدر داره، مثل اون مصافیگه که کتازو ظرفا رو خانم دخترها چی میکنن؟ میشن و پاک میکنن. الله متعال میگه و ما الحیات الدنیا، نه زندگی دنیا، فی الاخرت در مقابل آخرت الا متاع. اگر تو نعمت های الله را که در آخرت است که چیزی که رسول الله هم تفسیر میکنه، میگه که چیزایی است که چشم ندیده، هیچ گوش هیچ نشنیده و نعمته و در قلبت هم خطور نکرده که اتو نعمت ها باشه. الله متعال رسول الله میگه اتو نعمت ها هست. الله متعال میگه اگر اون نعمت ها را، نعمت های دنیا را در مقابل از قیاس کنیم، نعمت های کل دنیا مثل چی واره میشه؟ مثل اینمی متاعه که همون صافیگه که ظرفا را کتش میشن. و یقول الذین کفروا، و میگن کسانی که کافر شده لولا انزل علیه آیه من ربه. حال کافرها دیگه باز کلانکاری را شروع میکنن. کافرها همیشه همین قسم کلانکاری و تکبر دارن. چرا نازل نشده بالای رسول الله صلی الله علیه و آیه من ربه، یک نشانه از ربش؟ حال قرآن خو میگه نازل شده، عالی معجزه نیست، شق القمر که شد. میگه نه، ما میگیم که این تو معجزه باشه باز اونم قسم شوه. سری کسا رو شما بیدین ندیده باشین، نه او دیگه باز میگه که چرا. یک روز یک کسی مرا میگه استاد من یک سوال دارم. گفتم خب بابا همین مرا چرا الله انسان خلق کرد؟ قدرت الله در مرا که میرفتیم که اونجا یک کاکا سر یک مرکب سوار بود، یک میخوام در میدستش بودم تو چکه کردم میرفتش. من گفتم شکر که این مرکب نیستی و این بابگک هم صاحبت نیست. اگه نه اینجا گفتم در سر کد این بلندی بالایت میکنه. شکر بکش، خانه خراب دو پای دادید، خوب آدم بر روان هستی، غذا میخوری، عقل داری، کرامت دادید، خلیفه در زمین الله شدی، این چیز شکر نمیکنی؟ اومده که چرا من انسان هستم. این الله متعال میگه و یقول الذین کفروا، و میگن کسایی که کافر شدن لولا انزل علیه آیه، چرا نازل نشده بالای از این آیه نشانه من ربه، از جانب پروردگارش معجزه آمده. قل ان الله یضل من یشاء، بگو که الله متعال است که یضل گمراه میسازد من هر کسی را که یشاء بخواهد، و یهدی الیه من اناب، و هدایت میکنه به سویش هر کسی که به الله رجوع بکنه. یعنی کسی که به الله رجوع میکنه الله او را به
بی ثمر نمیگذاره در صورتی که مسلمان با قلب پاک خود به الله رجوع بکنن. الذین آمنوا، مسلمان های حقیقی کسانی هستند که ایمان دارن و تطمئن قلوبهم و اطمینان می داشته باشه قلبشان چی؟ به ذکر الله. وقتی که الله برشان یاد شوه، غذای قلبشان چی هست؟ غذای روح چی هست؟ قرآن میگه ذکر الله هست. انسان مسلمان وقتی قرآن بخونه قلبش راحت میشه. سبحان الله بگه، الحمدلله بگه، لا اله الا الله بگه، والله اکبر بگه، تسبیحات دعاهای صبح و شام بگه، قلب از آرامش میگیره. کافرها انگلیسا من در افغانستان گفتن که غذای روح چی هست؟ موسیقی هست. موسیقی غذای نفس است. نفس مادی است، غذایش هم چی است؟ مادیت است. از این خاطر که در یگان جا که سیل کنی که همی دول ساز که زده شوه، اگه آدم های کلان کلان سیل کنی در رقص میآید، تن میکنه. این چی است؟ نفس ازید. چی شد؟ نفس اماره بالسوء مست شد، خیزک زدن میره. پس آن که فیلم خدا سیل میکنه که وی ما کلان آدمی شادی ورش تو قطک زدی. در یگان عروسی یگان تو بازی میکنه، بس پس آن که فیلم خودش برش نشان میدی، بهش بگی تو چرا توی شادیگری کردی؟ باز خجالت میکشه. چرا؟ نفسش سرش چی کرد؟ غلبه کرد. پس موسیقی که از غذای چی است؟ غذای نفس است. غذای روح چی است؟ قرآن است، ذکر الله است. یکی از نامهای قرآن چی است؟ ذکر است. یکی از نامهای قرآن ذکر است. الله متعال میگه و تطمئن قلوبهم، مؤمنای حقیقی کسایی هستند که اطمینان میگیره قلبهایشان به ذکر الله، به یاد الله. الا به ذکر الله، الا آگاه باشید او مردم، خوب خبردار باشین، خوب فکرتان بگیرین. الا به معنای این ادات تنبیه میگن که خوب برای آگاه ساختن است. الا آگاه باشین به ذکر الله، که خاص به نام الله، به ذکر الله، به کتاب الله، به قرآن الله. تطمئن، آرامش میگیره القلوب، قلبها.